امروز اومدیم با آموزش دو تا ربات تلگرامی برای دانلود از اینستاگرام، تیک تاک و یوتیوب. تو هر اسلاید یک آموزش براتون میذارم، پس ورق بزنین و یه بارم روی صفحه بزنین تا براتون ویدیو بزرگ شه. ربات اول ربات دانلود از اینستاگرامه. ما هر پست یا ریلیزو که دیدیم لینک بهش بدیم اون برامون میاره دانلودشو. ما مثلا توی اینستاگرام یک پستی رو ببینیم، رو دکمه شیر میزنیم، کپی لینک رو کلیک میکنیم، بعد میایم در این ربات و لینک رو براش میفرستیم، چند ثانیه صبر میکنیم و پست رو برامون میاره با کپشن. این هم از ربات اول. ورق بزن و ربات دومم یاد بگیر. ربات بعدی ربات دانلود تیک تاک، اینستاگرام، یوتیوبه که شما میتونین فیلم های تیک تاک و اینستاگرام، یوتیوب رو توش دانلود کنید. ما لینک یک ویدیویی که توی یوتیوب دیدم و اینجا براتون پیست میکنم و ارسالش رو میذارم. اینجا میگه کیفیتش رو انتخاب کن، کیفیتش رو انتخاب میکنم و بعد چند ثانیه ویدیو بر من ارسال میشه و ویدیو برای من ارسال شد. این هم از ترفند امروز چنل زنگ دانش. تا آموزشی دیگه، یا